به نام خدا. سلام بچه‌های عزیز، امیدوارم حال همگیتون خوب و عالی باشه. بچه‌ها من امروز داشتم صفحه 42 کتاب ششم دبستان رو نگاه می‌کردم. به مسئله خوردم که به نظرم جالب اومد و می‌خواستم با شما به اشتراک بذارم. مسئله از این قرار بود که گفت که اشکال رو بیاین به اعداد تقسیم کنیم. مثلا یک شکلی داده و میخواد از شما که این رو به 4 قسمت مساوی تقسیم کنیم. خب چطوری باید این کار رو انجام بدیم؟ بچه‌ها میایم از شکل‌های ساده استفاده میکنیم. مثلا میخوام این دایره، مربع و 6 ضلعی رو در هر مرحله به 2 قسمت، 3 قسمت و 4 قسمت مساوی تقسیم کنم. بیایم ببینیم که تقسیم بندیام به قسمت‌های مساوی به چه شکلی انجام میشه. خب دایره رو میخوام به 2 قسمت تقسیم کنم. خیلی ساده. وقتی که مرکز دایره رو حساب کنم، نگاه کنم، میام یه خط از بالا به پایین رسم میکنم و این دایره به 2 قسمت تقسیم میشه. یا در مربع هم همینطور. میتونم از وسط به پایین وصل کنم یا میتونم به صورت قطری رسم کنم. چون وقتی مربع رو از قطر به 2 قسمت تقسیم کنیم، 2 قسمت کاملا مساوی به دست میاد. یا در 6 ضلعی رو میتونم به صورت عمود بالا به پایین به 2 قسمت مساوی تقسیم کنم. بچه‌ها یادتون باشه وقتی که این خط‌ها شکل رو به 2 قسمت تقسیم می‌کنن، یک محور متقارنن. در واقع محور متقارن محوریه که شکل رو به 2 قسمت مساوی تقسیم می‌کنه. حالا میخوام شکل رو به 3 قسمت مساوی تقسیم کنم. بازم میام دایره رو مرکزش رو رسم می‌کنم. یه خط از بالا به پایین، خط بعدی رو به صورت زاویه 120 درجه رسم می‌کنم. وقتی که زاویه 120 درجه رسم کردم به این شکل میشه. این یه 120 درجه و یه 120 درجه اینجا اگه رسم کنم، شکل دایره‌ام دقیقاً به 3 قسمت مساوی تقسیم میشه. چون کل دایره من 360 درجه است. وقتی که 360 رو به 3 قسمت تقسیم کنم میشه 120 درجه. هر قسمت 120 درجه میرسه. و تقسیم بر 3 به همچین شکلی به دست میاد. حالا مربع رو میخوام به 3 قسمت تقسیم کنم. اینجا چیکار کنم؟ اینجا دیگه نمیتونم به این صورت مثل دایره رسم کنم چون قسمتاش نامساوی به دست میاد. خیلی راحت میام این مربع رو به صورت مستطیل هایی به عرض 1/3 تقسیم میکنم. هر کدوم از این مستطیل ها عرضش 1/3 ضلع مثلثه و دقیقاً به 3 قسمت تقسیم میشه. بچه‌ها اینا رو من به صورت تقریبی رسم کردم. یعنی میخوام بگم که هر کدوم از این تیکه ها عرضش با هم برابره و عرضش برابر 1/3 ضلع مربع میشه. بنابراین کل مربع به 3 قسمت تقسیم شد. و حالا میخوام 6 ضلعی رو به 3 قسمت تقسیم کنم. اینو چیکار کنم؟ بچه‌ها میام مرکز این 6 ضلعی رو رسم میکنم. از اینجا یک خط به اینجا رسم میکنم، یک خط هم به این صورت. یک لوزی به دست میاد. دوباره از اینجا که به اینجا وصل شد، یک خط هم به اینجا وصل میکنم. یه لوزی، 2 لوزی، 3 لوزی. بچه‌ها این 3 تا لوزی توی 6 ضلعی منتظم با هم دیگه برابرن و به این صورت تونستم این 6 ضلعی رو تقسیم به 3 قسمت مساوی کنم. این خیلی جالبه. یا حتی میتونیم اینها رو هم رسم کنیم. من اگه این خط اینها رو رسم کنم، 6 ضلعی من دقیقاً به 6 قسمت تقسیم میشه. پس یادتون نره که این 6 ضلعی مرکزش مهمه. مرکز رو به هر کدوم از این رأس‌ها وصل کنیم به 6 قسمت مساوی تقسیم میشه. حالا میام سراغ تقسیم بر 4. تقسیم بر 4 چطوریه؟ یه تقسیم بر 2 انجام دادیم. دوباره اگه این تقسیم بر 2 رو یه بار دیگه تقسیم بر 2 کنیم، میشه تقسیم بر 4 قسمت مساوی. خب میام این کار انجام میدم. تقسیم بر 2 رو که انجام دادم، تو هر کدوم از این شکل ها خط رو از بالا به پایین رسم کردم. حالا یه بار دیگه میام شکل رو تقسیم بر 2 میکنم. توی اینجا میام از چپ به راست به صورت افقی یه خط دیگه رسم میکنم. دایره میشه 4 تیکه 90 درجه و به این صورت تونستم 4 تا تیکه به دست بیارم. مثل پیتزا رو به 4 قسمت مساوی تقسیم کردم. مربع چطور؟ مربع رو هم به همین صورت از وسط میام یه خطی رسم میکنم. مربع به 4 قسمت مساوی تقسیم میشه. هر کدوم از اینا یه مربع که مساحتش 1/4 مربع اصلیمه. حالا توی این 6 ضلعی چطور؟ این 6 ضلعی رو هم همین. اگه بیام یه خطی از چپ به راست رسم کنم، بازم این 6 ضلعی من
به 4 قسمت مساوی تقسیم میشه و در واقع این خطایی که به صورت افقی رسم شدن یک محور تقارن دیگه ای از این شکل‌های که مشاهده می‌کنیم. در تخته بعدی شکل‌های بیشتر به صورت ترکیبی از این شکل‌ها میارم تا با تقسیم کردن شکل‌ها بیشتر آشنا بشیم. خب بچه‌ها من سعی کردم شکل‌هایی رو بیارم و اونها رو به قسمت‌هایی که نوشتم تقسیم کنم. گفتم این شکل رو به 4 قسمت تقسیم کنین یا این شکل رو اول به 4 قسمت تقسیم کنین بعد به 8 قسمت و این قسمت رو هم به 8 قسمت تقسیم کنین. بچه‌ها یه مثلث رو چجوری به 4 قسمت تقسیمش می‌کنیم؟ خیلی راحت میام از وسط مثلث یه خط به صورت افقی رسم می‌کنم و بعد از این نقطه‌ها رسم میکنم به وسط ضلع پایینی. اگه این کارو کنم چی اتفاقی میفته؟ مثلث من دقیقاً به 4 قسمت مساوی تقسیم میشه. این یه قسمت، 2 قسمت، 3 قسمت و 4 قسمت. به این ترتیب تونستم یه مثلث رو خیلی راحت به 4 قسمت تقسیم کنم. حالا میخوایم این شکل رو به 4 قسمت تقسیم کنیم. بچه‌ها به نظرتون این رو چجوری باید به 4 قسمت تقسیم کنیم؟ این شکل رو اگه دقت کنین متوجه میشین که از کنار هم گذاشتن 4 تا مربع به دست اومده. مربع هم چطوریه؟ یه مربع اینجا قرار داره، یه مربع این بالا، یه مربع این پایین و یه مربع کنارش. دقیقا مثل بازی تتریس. بازی تتریس حاصل از کنار هم گذاشتن مربع‌هایی بود به صورت 4 تایی. مربع‌هایی بود به صورت 4 تایی که من اینجا رسمشون کردم. مربع پایینی هم همینطور 4 تا مربع هستش که به صورت دیگه کنار هم دیگه قرار گرفتن. بچه‌ها بازی تتریس اگه یادتون باشه مربع ها یا به صورت ال مانند بود یا به صورت جی بود، 3 تا پایین بود و یکی کنارش قرار می گرفت، یا به این صورت یا به این صورت بود یا به صورت یه مربع 2 در 2 بود. اینا شکل‌های تتریس رو می‌ساختش و جالبه بدونین این شکل‌های تتریس همگی فقط از 4 مربع تشکیل می‌شد و میتونستیم شکل‌های متنوعی رو بسازیم. حالا کاری به اون موضوع نداریم، میریم به موضوع اصلی می‌پردازیم. می‌خوایم این شکل رو به 8 قسمت تبدیلش کنیم. بچه‌ها چجوری این شکل رو به 8 قسمت تبدیل می‌کنیم؟ اول تقسیم بر 4 قسمتش می‌کنیم، بعد هر قسمت رو به 2 قسمت مساوی تقسیم می‌کنیم که میشه تقسیم بر 8. چرا؟ چون تقسیم بر 8 میشه اول تقسیم بر 4 بعد تقسیم بر 2 که میشه تقسیم بر 8. خب میام اینو به 4 قسمت تبدیل میکنم. این رو گفتیم که از 4 مربع کنار هم دیگه تشکیل میشه. این 1 2 3 4. حالا میخوام هر مربع رو به 2 قسمت مساوی دیگه تقسیم کنم. به این صورت میشه 8 قسمت مساوی. خب مربع رو چجوری به 2 قسمت مساوی تقسیم میکردیم؟ میگفتیم از قطر مربع رو اگه رسم کنیم به 2 قسمت مساوی تقسیم میشه، یا اگه از بالا به پایین مربع رو تقسیم کنم مربع به 2 قسمت مساوی تقسیم میشه. حالا برای زیبایی کار من میام قطر رو رسم میکنم. این قطر رو رسم میکنم، قطر اینی که مربع رو هم رسم میکنم، این مربع رو هم به همین صورت و این مربع رو هم به همین صورت. چند تیکه شد؟ 1 تیکه، 2 3 4 5 6 7 و 8 قسمت. تونستم این شکل رو به 8 قسمت مساوی تقسیم کنم. و اما این شکل چطور؟ این شکل رو اومدم به 4 قسمت تبدیلش کردم، اما میخوام تبدیل به 8 قسمتش کنم. بازم مثل این شکل پایینی هر مربع رو به 2 قسمت مساوی تقسیم میکنم. به این صورت قطری اگر رسم کنم قشنگتر میشه. این رو به این صورت، این رو هم به این صورت، این رو هم قطر مربع رو رسم میکنم. یک خورده کج شد. این رو اگه قطر مربع رو رسم کنم شکل من دقیقاً به 8 قسمت مساوی تقسیم میشه. خب اینها هم از تقسیم بندی این شکل ها به قسمت های مساوی. شما خودتون میتونید شکل های دیگر رو امتحان کنید و به قسمت های مساوی خودتون تو دفتر انجام بدین و تقسیمش کنید. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و بتونین تمرین های درسیتون رو به خوبی پشت سر بگذارین. اگه از این ویدیو خوشتون اومد لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنین و به دوستانتون هم معرفی کنین. خیلی ممنونم که تا اینجا ویدیو توجه کردید و تا این ویدیو دیگه خدا نگهدار.